سلام دوستان عزیز، ساعت 12:30 شبه و این سر و صدا و بوق ماشینا رو که میشنوید به خاطر مراسم عروسی یا عروسیشون نیست. اینا همه خوشحالی مردم به خاطر برد تیم آلمانه که امشب در مقابل که تیمای آفریقایی بازی داشت. بعد بهترین جای قضیه اینجاست که یکی از گل‌هایی که آلمان زد امشب با پاس گل ندیم امیری بود، یک بازیکن افغان آلمانی، و اینم خوشحالی مردم که توی آلمان همچین جوانهایی هستن که باعث افتخار افغانستان هستن. تبریک به مردم افغانستان و همچنین به